سلام. این ویدیو در خواستن در مورد یه سری کانفیگ در واقع دات نت کور گپ کنیم. خب دات نت کور کلا گوتنیم یه سری توشتانا خیلی از این در مورد خود دات نت کور اول که من گپ کنیم همین الان یه سری اپلیکیشن هست. خب هر اپلیکیشن که دات نت کور که چه بکی حالا هرچه در واقع مدلی بوده حالا API منظورم API یا وب ها تخصص اپ ستینگ. اپ ستینگ چیه؟ اصلی کانفیگ خیلی از دیتابیس واسه روی اخوزی مثلا زمان کشی خیلی مشخص کی نظام تایم اوت خیلی مشخص کی گله توش از معلوم کی خب اولا شکل گفته اپ ستینگ دوینی اپ ستینگ کلا دونه ریل واکه از مستقیم اپ خیلی دیولپ دکم بلا فاصله وی اپ خیلی واسه محیط پروداکشن دوی نانم در انوایرمنت مختلف دارن. مثلا اول پروداکشن هم تستیج دارن واسه تست انجام دادن اوکی بود مثلا هم تست دیولپ هم تست استیج و هر کمپانی که محیط مختلف انوایرمنت مختلفه یا دارن تا پابلشن بیزه حولا هر کی حولا انوایرمنت ها قشنگ کانفیگ متفاوت استفاده کنی کانفیگ جور به جور استفاده کنی. پس به ازای هر محیط اپ ستینگ خیلی درسته. اپ ستینگ فرمت اپ ستینگ به صورت جیسون و تشکیل کنم هر اپ ستینگ به صورت جیسون خیلی. پس ما در مورد اپ ستینگ هر پروژه در واقع دات نت کوری توش داخل به اسم پروگرام دو پارت آخر اسی سرویسی مشخصه پارت آخر میدلور مشخصه. یعنی اگه از پایپلاین و میدلور اسی پایپلاین اول دیویان پایپلاین حالا در مورد گپ مسیر تیده که تا آخر انجام یه سری میدلور خود دات نت کور خواهد و اجاق یه سری میدلور چه آخر بنویسیم و دیویان خودمون پکیج رو گپ کنیم در مورد اپ ستینگ یا پروگرام فایل هر اشیا که هم پروگرام فایل خواهی بعضی در اون پروگرام و دو پارت هستن قسمت یک در اون استارت اپ قسمت یک در اون پروگرام فایل واژه سلیقه‌ایه اورته بیا گله کانفیگ دن نیست کانفیگ مثلا در حاضر لایف تایم بنویسی لایف تایم ابجکت خود در مورد لایف تایم گپ تکنی اوی اندازه بنویسی اصلا از اورته اپ ستینگ میشه کانفیگ آغاز ما در رجیستر بود در این استفاده کنم بیان در شک میشه در پروگرام فایل کل کانفیگانو میدل بره که قبل از اینکه اپلیکیشن بیاد جور بیان در نیستی در کل برنامه اشیا که بیان استفاده کی در واقع پروگرام فایل استارت اپلیکیشن ما بیاد جور اول اونا کانفیگانو اونا کارو انجام داد اپلیکیشن ما دارتش واژه گفتم گپ کن توش داخل اسم لانچ ستینگ اولا در پورت اشیا که مشخص کی اونا اولا در لانچ ستینگ و خجی تشکیل مشخص که اولا روزی اجازه از لازم به صورت نظام آیس و نظام اونا هر چیزی که اولا روزی مدل اجرا کنه یا شکلی در واقع مشخص کی خب اما در خواستن رو داد نت کور توش API بنویسیم. API چی؟ اما آدم در مورد API گپ کنیم. فقط اپلیکیشن خیلی به سی شارپ نیستی یک از اپلیکیشن تا دیتا بخونه اطلاعات بخونه واکش که فش که بخونه تو که تو را دیتا بدی بید عشان که دیتا از فایل CSV فایل بدی بید و دم دقیقه از اطلاعات تا بخونه گپ پروتکل اپ یک گپ کیده میگه که اون پروتکل API دادی و API تا دعوت API تا کال دک استفاده کن دیگه اون رست API ده خورت رست API ما توش داخل HTTP متد متد مختلف از پر قچک کردم ها در مورد یا اصلا بخوام گپ کنم چند ویدیو شب گپ کنم خیلی قچک کردم تانی تو مثال آماده کنم مثال اصلا ببینید که خودمون قبل بیشتر داره همین که مثال HTTP متد تا یا get دیتا از فش کن یا پست دیتا از اینسرت کن یا پوت دیتا از آپدیت کن پس HTTP متد یه سری پروتکل سیگنیچر آمده متناسبایی که اکشن متد بنویسیم. ورته API
اوزه رست ای پی ورته دات نت کور بنویسم گه کنترلر ای چکم تمورت کنترلر نوای دام خاص کاتگوری کی کنترلر اول کاتگوری کی ورته وی کنترلر تشتغل از اکشن بیان عملیات آغاز انجام بود ورته اکشنه اوی اندون مشخص تا که اشتی متد آغازی از آغازم ورته سی شارپ سر بنویسیم که جاوا کار کرد بگوتیم پروتکل ای پی آی کار دکه حالا خود ای پی آی که از متدی که از نسیتوشته که بنویس بدی خلق استفاده کن اگر متناسب با نوع کاری که انجام دادن اشتی متدی میلم کی گوتنی پست خانی گت خانی پوت خانی فلان خانی خب اگر در خواهی در واقع اینسرت کیم علاوه اینسرت داده اشتی پست یعنی اغازی گت کی اشتی گت یعنی بعد رو اکشن روتیج مشخصه کی خب مشخصه روتیج بتون مشخصه کی بعد خب پس پست مشخص کنی روتیج مشخص کنی اکشن در مشخص کنی کنترلش گوتم و بالای کنترل خرج حتما از ای پی آی و روتیج که روتیج اسایی خود اکشن خود بسیس کنترل روتیج مشخص کنی